دوستان سلام. با اومدن فصل گرما ماشینایی که فناشون دور کم دارن، این قطعه اسمش مقاومت فنه، زود خراب میشه. 206 رانا، L90 پراید، بیشتر مصرفی هاشون L90 و 206 رانا مخصوصا زود خراب میشن. این قطعه رو عوض کنید. وقتی ایراد پیدا میکنه فن دور تند یهو میزنه، چراغ استاپش هم روشن میشه رو ماشینای 206 و رانا. فنش هم صدای بالا، لرزش، بعد فشار به موتور فن میاد این قطعه خراب باشه. پشت گوشت اندازید. یه قطعه خیلی ساده است ولی کلی کارایی داره. رو ماشینای پراید ساختارشون کلا یکیه. رو ماشینای پراید وقتی دور کندش مقاومتش خراب میشه، چون رل فن به این سادگی ها خراب نمیشه، وقتی خراب میشه فن میخواد کار کنه، چراغ چک سریع روشن میشه، فن دور تند میزنه رو ماشینای پراید. دوستان یا علی